قوری یک سوال داشتم. ما کار میکنم، دخترم کار نمیکنه. ما خودم نیت کردم همین سال که قربانی کنم، لیکن ما مادرم مثل ما اگر گوسفندی دختر ما بخرم و قربانی ای نامی دختری ما شوه، هیچ خیلی میشته باشه، ممکن باشه؟ دخترتون چند ساله؟ 19 ده. دخترتون به هر حال در عائله شما هست. همین خیل ها ها در یک عائله زندگی میکنید. یک گوسفند برای یک عائله کفایه است. لیکن اگر مثال مبلغی زیاد داشته باشید و ثواب میگیرم گویید و از نام دخترم یک تا علاوه میکشم گویید، هیچ گپی نداره. لیکن واجب نیست. یک گوسفند از نام یک عائله کفایه است. بو یک سوال دیگه بود رحمت قوری عزیز، یک سوال دیگه بود که اگر مثال گوسفند بکشیم، اکو ما نیت کردم که دخترم بکشه، لیکن که دخترم کار نمیکنه، خانه نشینه، ما خودم که کار میکنم خودم نیت کم بکشم، در این حالت ما وقتی قربانی مو نبود کنیم موی سر مو نمیبریم؟ نه، ما آدمایی که به حج نمیرد فقط در همون مدت 10 روز موی سر ناخن نمیگیرد. از روز 1 ذوالحجه 9 روز، یعنی تا 9 ذوالحجه روز 10 تا قربانی وقتشه. قربانی که کرده با اجازت میشه. یعنی که شرط نه که شما موتون گیرید، فقط مو گرفتن در همین مدت 9 روز اجازت نیست. مو قیچی زدن، ناخن گرفتن، اینم با قول با مذهب امام احمد اجازت نیست. ظاهری حدیث در صحیح مسلم پیامبر صلی الله علیه و آله منع کردن، گفتن که کسی که قربانی کردنی نیت داشته باشد و دهه اول ذوالحجه درآید، از موی ناخنش چیزی نگیرد. گفتن این نهی پیامبر صلی الله علیه و آله نکنید تا نمی کارا. گفتن مذهب مالک و شافعی مکروه گفتن، مذهب احمد حرام گفتن، مذهب امام ابو حنیفه اجازت هیچ گپی ندارد. لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله نهی کردگی هستند نکنید این کارا.